تو این سیزن چه بتل پس برگشتی رو بزنیم. تا چند درصد پلیرها تونستن این بتل پس رو بگیرن. با بتل پسی که هر سیزن عوض میشه، بتل پس خود بازی که عوض میشه، بدون 220 سی پی رو برمیگردونه موقعی که خرج میکنیم. حالا توی برگشتی ها کدومو بخریم این سیزن؟ ما برگشتی ها مثل هر سیزن 3 تا اضافه شده. یه دونه این بتل پس، یه دونه این بتل پس. اینه. اون کدومو بخریم خیلی به صرفه دار باشه. اگه بتل پلیری اینو بهتون معرفی میکنم، اینو که اصلا نخرید، به درد نمیخوره. مولتی پلیرها اینو بخرن. اینم برای مولتی پلیرها بد نیست، ولی خب بازم بهتون نمیگم که بخرید چون خیلی چیز جالبی نیستش. اینم همینطور چیز جالبی نیست. اینم مولتی پلیرها بخرن. و اما این خیلی خوبه. خیلی سینه خوبی توش داره. هیدسو داره، بیوایو داره، سویچ پلیدو داره، اسکینای قشنگی هم داره. این بیشتر به درد خرید میخوره. ناموسن؟